بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خلاصه آنچه که در جلسات قبل عرض کردیم اینه که برای رشد هر محصلی لوازم تحصیل باید فراهم باشه. دقت کنید. یک، وجود استاد. دو، مهیا بودن مفاد درسی کتاب. سه، کلاس. چهارم، برنامه. اگر یک لحاظ عمیق، یک نگاه دقیقی به همین 4 نکته داشته باشیم، اون وقت منطقی تر میتونیم نتیجه بگیریم که علت درجا زدن ما چیه. استاد نداریم که 124,000 پیغمبر، 14 معصوم پاک و کسانی که از اسوه های دینی الگو گرفتن و خودشون شدن خطکش، مثل سلمان، مثل ابیذر، مثل مقداد، مالک، میثم. و در هر زمانی بودن کسایی که معروف شدن به سلمان زمان. سلمان یه نفر نبود و یه نفر نیست. هر کس دقیق الگو بگیره از اسوه های دینی در زمان خودش میتونه سلمان زمان بشه. میخوام بگم رادیکالش بسته نیست، پراندزش بسته نیست. اگر من و تو سلمان نشدیم نخواستیم که بشیم، والا میتونیم بشیم. نمونش ابو حمزه سومالی. چرا میگن سومالی؟ با 3 نقطه. عرب به شیر تازه‌ای که دوشیده میشه و کف روشه و این نشانه تازگیشه سومالی میگن. یعنی کسی که به مهموناش شیر تازه میده. و جد ابو حمزه این خصیصه رو داشته، کریم بوده، معروف شده به سومالی. این آقای نازنین شاگرد 4 امام بوده: امام سجاد، امام باقر، امام صادق و آقا علی ابن موسی رضا. یه تعبیری امام صادق درباره این عزیز داره خیلی عجیبه. امام صادق میفرماد ابو حمزه، خواهش میکنم دقت کنی، ابو حمزه، من هر وقت تو رو میبینم قلبم آرام میشه. خیلی مهمه، حجت خدا داره این حرف رو میزنه. در تفسیر الا به ذکر الله تطمئن القلوب میگن ذکر الله یعنی محمد و آل محمد. حالا کسی که خودش باعث آرامش قلب هاست، وقتی میخواد این نکته رو به ما تذکر بده که انسان چقدر میتونه رشد کنه، همون خصیصه‌ای که مال خودشه به اون نسبت میده. میگه وقتی من تو رو میبینم آرام میشه. و ابو حمزه جد ما رسول خدا شخصیتی داشت به نام سلمان فارسی
که فرمود دیگه نگید سلمان فارسی، این سلمان منه، این سلمان اسلامه، این سلمان محمدیه، تو هم در زمان ما سلمان ما هستی. پیدا سلمان شدن جادش بسته نیست. استاد هست و کسانی که از این الگوها الگو گرفتن خودشون شدن خطکش. چرا من و تو نشدیم؟ اینو دیگه بعد از خودمون سوال بکنیم. استاد هست، کتاب هم هست. تازه کتابی که ما داریم قابل مقایسه نیست با اناجیل و تورات. در توراتی که شما میبینید علنا میاد که از آیات در تورات اینه که موسی با خدا کشتی میگیره و فتیله پیچ میکنه خدا رو و دخم خدا رو میگیره و رو زمین میزنه و بعد خدا در حال خفگی میگه من تسلیمم، منو رها کن. این توراته. اون انجیلی که گاهی آدم مطالعه میکنه کلیل و دمنه بخونه بیشتر استفاده میکنه. به خاطرات مولا نصرالدین و برید ببینید با این کتابی که خودشون در کتاب مقدس رد کردن چقدر تو خونه هاشون ازش استفاده میکنن. چیکار داره به قرآن ما؟ قرآن ما، من به یکی از این کشیشا گفتم اگر قرآن ما هیچ خدمتی نکرده باشه به شما مسیحی ها خوب خدمت کرده. شما مسیحی ها مدیون قرآنید. گفت چطور؟ گفتم من حرفو میزنم لازمم نیست تو به من حالا بگی، اما اگه وجدان داری بروش فکر کن. من درست میگم یا اشتباه میگم؟ شما نتونستید هیچ طوری به هیچ طریقی حلال زادگی عیسی ابن مریم رو ثابت کنید. تنها کتابی که تونسته حلال زادگی عیسی رو ثابت کنه قرآن ماست. قرآن ما ثابت کرد عیسی حلال زاده است. شما خودتون نتونستید ثابت کنید. مدیون قرآن ما هستید. و حالا یه عده‌تون اینقدر بی تربیت هستید که تو دانمارک میایید صفحه اول قرآن رو عکس الاغ میکشید و میگید هر کی طرفدار این کتاب الاغه. حیا هم خوب چیزیه. من خیلی متاسفم از دست بعضی جوانها، خیلی ناراحتم. چطور اینقدر زود شکار میشن؟ گوله شبکه محبتشون رو میخوری؟ حرفای قشنگ قشنگ میزنه و فکر میکنی اسلام یک دینیه که درش فقط خشونته؟ اسلام درش محبت نیست. آقایونی که دم از منطق و استدلال میزنن، توهین و خشونت در شأن کسی که داد از محبت میزنه نیست. منطق آقایون اینه که بیان به کتاب آسمانی توهین بکنن و به حداقل 2 میلیارد آدم رو کره زمین جسارت بکنن که هر کی دنبال این قرآن الاغه. این نشانه، این علامت شبکه محبته. اینجوری میخوان بگید ما منطقی هستیم؟ یا بیاین عکس پیغمبر رو، یک کسی رو به شکل پیغمبر مسلمونا بکشید، بعد برای هر کدوم از موهای سرش یک دینامیت بکشید و بگید هر کی طرفدار این آقاست تروریسته. قرآن کریم 11 تا نام داره، یکیش رشده. اگر کسی رجوع کنه به قرآن کریم و خودشو در خدمت قرآن تا به اون نعل بالنعل، اون چه قرآن میفرماید مثل یک ضبط صوت بگیره و روش فکر کنه و قبول بکنه و روش فکر کنه و به تعبیر خود قرآن افلا یتدبرون القرآن، تدبر در قرآن بکنه، یک نگاه عمیق داشته باشه و خودش رو تسلیم آیات قرآن بکنه، رشد میکنه. ما مشکل استاد نداریم، مشکل کتاب هم نداریم، مشکل کلاس هم نداریم. ما چقدر کلاس دینی داریم، چقدر کلاسایی داریم. به قول دانشگاهی ها کلاسای آموزشی و کاربردی است که میان کارگاه عملی است، از تولد گرفته تا مرگ و میرمون. همین جلسات روزمون، دعای ندبمون، دعای کمیلمون،
نماز جمعهمون، نماز جماعتمون، اعتکافمون، شبای احیائمون، اینا همش کلاس درسه. اون تو وقتی یک دانش آموز نمیخواد استفاده بکنه، دنیای اختیاره، اجبار که نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. برنامه هم ریخته، دقیق ترین برنامه ها که چند شبه ما داریم ازش صحبت میکنیم. آقا قرآن کریم آیا میتونه جواب ما رو بده؟ بله. در چه زمینه ای میخوای؟ بشری که عاقله همیشه در اندیشه دو تا چیزه. خوب گوش بدید. یک، چیکار بکنه که دفع ضرر کنه و چه بکنه که جلب منفعت داشته باشه. عقل همیشه این دو تا قصه براش خیلی مهمه، جلب منفعت، دفع ضرر. کسی که دنبال این دو قصه نباشه قرآن میگه این عاقل نیست. لذا مهمترین خطابهاش رو با واژه یا اولل الباب میاره. افلا یعقلون، افلا یبصرون، افلا یعلمون، افلا یعقلون، افلا یتفکرون. این افلاها یعنی آقا عقلت دادیم رو این دو تا قصه فکر بکن دیگه. من دیدم مولا صدرا تو قصه این که قرآن میفرمان اون کسانی که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا نمیدونم یسمعون بها اولئک کالانعام، میگه به 7 دلیل کسی که خدا وسیله رشد به او داده استفاده نمیکنه به 7 دلیل از حیوان بدتره. قرآن اهل فحاشی نیست، قرآن اهل استدلاله که چند تاشو اشاره میکنم و رد میشم و ببینیم سراغ ادامه بحث شبه و شبای گذشتمون. حیوان به حیوانیش که در دانشگاه غریزه رشد میکنه و هیچ کاری با عقل و تفکر و تعمق نداره، در اون دانشگاه فش گفتن و فهموندن این سری خوراکی ها مال توست، اینها نیست. بکشیش، اون چه برای ضرر داره نمیخوره. بکشیش از اون مسیری که باید طی کنه عدول نمیکنه. اما شما انسان بی ایمان رو نگاه کن، اون چه که حرامه میخوره، اون چه حلاله دور میزنه، اون چه به نفعشه عقب میره، اون چه به ضررشه با آغوش باز باش استقبال میکنه. خب این مثل حیوان نی؟ از حیوان بدتره. اگر مثل حیوان بود که محرماتو میگذاشت کنار، محللاتو بهش عمل میکرد. از حیوان هم بدتره. در یک کتابی میخوندم گل خرزهره رو چرا میگن گل خرزهره؟ چون زهره این حیوانه. اگر الاغی گل خرزهره رو بخوره به دلدرد شدیدی مبتلا میشه، احتمال تلف شدنش هم هست. لذا بکشیش نمیخوره، چون در دانشگاه غریزی بهش حالی کردن این خوراک تو نیست. و این همه انبیا اومدن، این همه اولیاء خدا، این همه دستور، این همه نسخه، این همه عمل کرد، آقا اون چه که برای ضرر داره به همون عمل میکنه. خب از حیوان بدتره دونشون شما که میشنوید. دوم که خیلی مهمتر از اول بقیه من اینه که حیوان وقتی با یکی میبینه دشمن مواجه میشه 2 تا کار میکنه، یا با او میجنگه، یا وقتی دید در توانش نیست چیکار میکنه؟ فرار میکنه. غیر این 2 تا هیچ کاری دیگه نمیکنه. یا اصلا کشته میشه دیگه، نتونه فرار کنه میکشنش، میخورنش. حیوان وقتی با دشمن مواجه میشه اگه در توانش باشه و تشخیص بده باش میجنگه، تشخیص بده که هوا چچبیه در میره. ولی انسانی که ایمان نداره و نمیخواد از عقل خودش استفاده بکنه به آغوش دشمن میره، میدون به دشمنش میده. آقا با دست خودش میاد فجیع ترین فیلم ها و وحشتناک ترین برنامه ها رو تو زندگی خودش وارد میکنه. بعد میگه چرا زنم اینطوری شد، چرا بچه‌م اونطوری شد. شما مرگ موش رو 7 جا قایم میکنی که بچت نبینه، دسترسی در بچت نداشته باشه. یه شربت میری میخری، بعدم میبینی یک اوکالیپتوس هم روش نوشته بخور، میگی بابا این بخوره ها، بخور نیست ها، اشتباه نکنی، اینا نوشته بخورا، نوشته بخور. یه جا هم میگذاری که بچه به عنوان شربت نخوره، خیلی مواظبی سم نخوره، دستشو تو برق نکنه، دستشو لاپنکه نکنه،
تو این سرما وقتی میاد 100 بار پدر مادر تذکر میده مواظب باش لیز نخوری، دست و پات نشکنه، خیلی یخ بندونه، خودت بپوشون، چالتو کلاتو، هی حواست، برای اینکه سرما نخوره طوریش نشه. اما همین آقا که اینقدر حواس جمع بچهشه، میبینیم که موبایل دست بچهشه و میدانه که تو این موبایل چه مسیجاییه، چه بلوتوثاییه، ماهواره میگیره با اون شبکه های ضد اخلاقی. بعدم میگه من قفلش کردم. قفلش کردی؟ خدا پدرتو بیامرزه. تو خودت وقتی رمزا گم میکنی از خود بچه‌ها میگی بچه‌ها بیاین اینو باز کنید. الان مگه میشه سر بچه 10 ساله کلا گذاشت؟ قفلش کردن. یا اصلا حواسش نیست، رفته با پول قرضی با بیچارگی کامپیوتر گرفته گذاشته تو اتاق بچهش. توجه نداره که بابا من نمیگم کامپیوتر برای بچه‌تون نگیرید، من خودم برای بچه‌م گرفتم. کامپیوتر خیلی وسیله خوبیه. ما قدیم وقتی می‌خواستیم یک مطلبی کلمه‌ای رو تو قرآن کریم پیدا کنیم پدرمون در میومد اگر کشف الآیات نبود. الان 2 دقیقه کمتر، از 2 دقیقه کمتر کلمه رو بهش میدی سرچ میکنی میاد. خیلی عالیه، خیلی وسیله خوبیه. اما تو اتاق خوابش نزن، بذار تو اتاق مهمونخونه یا تو اتاق حالی که در دسترس باشه. برای اینکه ما خیلی شنیدیم و خیلی ها خودشون به ما گفتن که آقا ما خیلی گناه کردیم، خیلی جنایات کردیم، لو داده، نامه هاش نوشته که ما پدر بدبختمون فکر نداریم مطالعه میکنیم، ولی صفحه مانیتور به طرف تخت ما بود تا میدیدیم مادر در باز میکنه با یک دکمه اون فیلم مبتذل و سکسی رو رد میکردیم. مادر میومد میدید که انگلیسی نوشته، یه برنامه دیگه است. من نمیخوام بگم همه بچه‌ها وقتی پشت کامپیوتر میشینن این برنامه ها رو میبینن. من نمیخوام بگم به بچه شک بکن، میخوام بگم به جامعه یقین داشته باش که آخر زمانه و خیلی ها رو به فساد میکشونه. به بچه شک نکن، به جامعه یقین داشته باش که جامعه پرفاسدیه. به این یقین داشته باش، نه به بچت. کسی که بچه شک داره کامپیوترش هم نمیگیره، که بچه شک داره تو اتاق خوابش هم نمیگذاره. اما حواستو جمع کن، چشتو باز کن که مواظب باش آسیب نبینه. عقل همیشه در این اندیشه است، صاحب عقل، که 2 تا کار یادت نره. 1، چه ضررهایی به تو برسه دفعش کنی، چه نفعایی مال توست از دستش ندی. حالا همین سالو من از قرآن کریم میکنم. من قبل از اینکه وارد قرآن کریم و آیات قرآن بشم یه تذکر دیگه میخوام به شما جوانان عزیز بدم. خواهش میکنم، دستتون رو میبوسم، استدعا میکنم جوانان عزیز، قرآن کریم رو فقط به عنوان یک کتاب مقدس نبینید. چهره‌های دینی رو و ائمه‌ها رو به عنوان یک انسان‌های مقدس فقط نبینید. امام حسین اول به عنوان یک دانشمند، فیلسوف، پروفسور، نمیدونم چه واژه‌ای بگم که بالاترین واژه علمی دنیا باشه، اول حسین رو به عنوان یک عقل کل و حجت خدا بدون، بعد به عنوان یک انسان معصوم و مظلوم که با لب تشنه بین 2 نهر آب سرشو بریدن. حسین اول دانشمند است، یک پروفسور است، عقل کل است. اول به این دید نگاه کن به امام حسین، نه به عنوان یک کسی که مظلومه، فقط آدم خوبی بوده اما هیچ استفاده علمی نداره. قرآن کریم هم همینطور. این قرآن رو نخوان برای این که شب اول قبر نورانی بشود، بخوان که اول زندگی نورانی بشه. نفروا بیوتکم به تلاوت القرآن. اگر کسی با قرآن تونست خانه دنیاییشو روشن کند، خانه قبرش هم روشن میشه. کسی که با قرآن کریم خانه دنیاییشو روشن نکند، خانه قبرش هم نمیتواند روشن کند. با این عینک به قرآن و محمد و آل محمد نگاه کنید. یکی از دکترها در انگلیس میگفت که یک کنفرانسی بود در رابطه با سونوگرافی. میدونید دستگاه سونوگرافی نمیدونم 40 ساله 50 ساله وارد ایران شده یا اصلا اختراع شده. میگفت یک کنفرانسی بود که خب حالا در این رابطه بحث جنین و رشد جنین و اینها. فکر نکنید هر کی خارج میره و در اروپا و
نمیدونم آمریکا زندگی میکنه، به خصوص بین ایرانی های محترم اونجا همشون بیدینند و عرق خورند و شراب خورند. به خدا اینجوری نیست. والله قسم بین ایرانی هایی که در اروپا و غیر ایران و بیرون از ایران دارن زندگی کنن کسانی گیر میاد که نمونهشو تو همین ایران نمیتونی پیدا بکنی یا کم گیر میاد. انسان های محترم متدین. ما متاسفانه تا میشنویم یکی رفته خارج فکر کنیم این دائم مسته و همیشه تو کاواره هاست و دنبال کثافتکاری. اینجوری نیست. آدم حسابی خیلی هست تو دنیا، خیلی آدم حسابی هست. حداقل بین ایرانی ها خیلی آدم حسابی هست. حالا 4 تا خواننده میرن شو اجرا میکنند و 4 تا برنامه بکنی، هر کی رفت از ایران پاشو گذاشت بیرون، اینا همشون گندکار و دنبال کثافتکاری. یعنی اینجوری نیست، اینطوری نیست. من خودم اگر نزدیک ندیده بودم نمیگفتم. نیست اینجوری. ما نماز شب خون داریم، خمس بده داریم، متدین داریم. چقدر از خارج بین ایرانی ها حج مشرف میشن. اینطوری نیست. بین همون دکتراش چقدر متدین و متعهد داریم. خیلی از ایرانیایی که در خارج دارن زندگی میکنن خیلی از امورای خیریه در ایران دارن میگذرونن. اونجا زحمت میکشن، پول میفرستن برای ایران، در شهرشون، در اونجایی که زندگی میکنن با اون کسایی که آشنا هستن که آقا این پول رو بدید، فلان جهیزیه رو بگیرید، فلان کار خیر رو بکنید. اینطوری نیست. آدم خوب همه جا پیدا میشه. البته آدم بدم همه جا هست. هیچ جنگلی بی گرگ نیست. این آقای دکتر متدین است، مثل شما حسین دوسته. میگم من در اون کنفرانس اجازه داشتم 20 دقیقه صحبت کنم. آمدم یه تیکه از دعای عرفه امام حسین که در آخرین سفرشون به حج و در سفری که بعد به کربلا منتهی شد، یه تیکه از دعای عرفه سید الشهدا رو در اون کنفرانس خوندم. دقت کنید. ولی نگفتم این آقا کیه. میگم حدود چند دقیقه برای صاحب این جملات مردم کف میزدن. یعنی اون دانشمندان کف میزدن. گفتن این کی بوده که این همه مطالب زیبا رو بودیم 1400 سال پیش به نام دکتر حسین. گفت برای دکتر حسین کف زدن. برای دکتر حسین. اول امام حسین رو به عنوان یک عقل کل نگاه کن، بعد به عنوان یک شخصیت مظلوم. قرآن هم همینطور. قرآن قبل از این که به عنوان یک عینک تقدسی بهش نگاه کنی، به عنوان کتاب علمی بهش نگاه کن. قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است، این شعار نیست، این عین شعور و حقیقت است. و این خیلی بده که بیگانگان نسبت به قرآن چه عبارتهایی، چه مطالب زیبا و عالی داشته باشن و مسلمان سال به سال بگذره هیچ رجوع به قرآن کریم نکنه. من امشب میخوام یک مصاحبه کنم به خداوند متعال از قرآن کریم. خدایا ما چون بهمون عقل دادی، عقل حواسش جمع 2 مطلب مهمه. حواسش جمع این 2 تا چیز خیلی. 1 بگی جلب منفعت و سود، 2 دفع ضرر. ما نمیخوایم ضرر کنیم، ما نمیخوایم جز خاسرین باشیم. چیکار باید بکنیم؟ قرآن کریم 32 مطلب میفرماید که اگر این 32 خصلت در زندگیتون و در وجودتون باشه ضرر میکنید. مخالفت با قرآن کریم. آخه هیچ عاقلی میاد با قرآن مخالفت کنه؟ آخه قرآن کریم مخالفت داره؟ خب تسلیم بشو. بی انصاف. میگفت یه عربی خیلی دین و دیانت نداشته ولی خب عرب بوده و عربی و اینا میخونده، قرآن رو بر میداره به عنوان یک کتاب معمولی بر میداره، مطالعه میکنه، میگه که چه کتاب خوبیه، خدا وکیلی هر کی این کتابو نوشته خیلی باسواد بودی. حداقل آدم به عنوان یک عرب بدوی به قرآن نگاه کنه، استفاده میکنه. غیر قصه معجزه و اعجاز. چینش کلمات خدایی است. چینش کلمات، اشاراتش، تمثیلاتش
داستانهاش من فقط در قصه حضرت یوسفش 700 مطلب تربیتی نوشتم، 700 تا که یقینا بیش از این حرف هست. یه قصهش گره های کور تربیتی و اجتماعی رو حل میکنه، یه قصهش. و من سالهای قبل عرض کردم قصه‌ای که قرآن میگه با قصه‌ای که مادر بزرگ میگفت فرق میکنه. مادر بزرگ اون وقتی اون موقع بچه بودیم قصه میگفت که بخوابیم، ولی قرآن قصه میگه که بیدار بشیم. چشتو واکن. چرا مخالفت به قرآن کریم میکنی؟ کجاش اشتباهه؟ کجاش غیر منطقیه؟ کجاش غیر اصولیه؟ قصه میگه احسن القصصه. مثلا قصه یوسف، حالا من اشاره میکنم و رد میشم. برادرها اومدن یوسف رو به بهانه 2 چیز، یلعب و یرتع، گرفتن بردنش انداختنش تو چاه. خب دقیقاً با همین 2 بهانه امروز جوانان ما تو چاه گناه افتاده میشن. جوانان میگن بیا با هم بریم بگردیم پیکنیک، ولی بعد با پیکنیکی میشوننده. تازه چاهی که برای یوسف کندن با چاهی که امروز برای جوانهای ما در قرن سیاه 21 میکنن فرقش اینه. اون چاه یوسف درش رفت تو، اما یوسف اومد بالا. اما چاهای امروز در قرن 21 جوان سالم میره تو، معتاد میاد بالا. خدا پدر اون چاه رو بیامرزه که پاک رفت و پاک اومد بالا، سالم رفت و سالم اومد بالا. امروز جوان در این چاه غفلت سالم میره، ساده میره، بدبخت میاد بالا، انگل جامعه میاد بالا. چنان حشیش کشیده، چنان این مغزش پک شده که مادرش میگه کجا بودی؟ وقتی به خودش میاد که پشت میلای زندانه، به این منبر سید الشهدا و به این هیئتی که به نام علمدار کربلا عباسه شاهدش رو سراغ دارم که میگم وقتی خودش رو در زندان پیدا میکنه میبینه 18 ضربه چاقو به مادر زده، کشته، جنازش رو ورده تو اتاق، نفت ریخته روش، آتیش زده. میگم به 2 دست بریده عباس قسم، نمونهش رو سراغ دارم. حالا هی گریه میکنه میگه من مادرم رو کشتم، من مادرم رو دوست داشتم، من غلط کردم، یکی دیگه کشته، من اگر پیداش بکنم تیکه تیکش میکنم. ما که گفتیم این چاه اعتیاد مادر کشت میکنه، بدبختت میکنه. اما بدبختی ما اینه که پا منبر خوب میفهمیم ولی تو شب نشینی ها یادمون میره. با رفیقا که میشینیم جو میگیردمون، فراموش میکنیم عاشق چی گفت، قرآن چی میگه، خدا کیه، دین کیه. پای منبر در هیئت ابوالفضل خوب میفهمیم، نوچ نوچ هم میکنیم، اما شب عروسی که عرق گذاشتن جلوت اون موقع یادت نی. اون موقع باید بفهمی. چرا مخالفت به قرآن کردی؟ این چه گناهی داشت قرآن کریم؟ کجاش اشتباه بود؟ قرآن یکی از حرفاش اینه. واقعا امروز این آیه فکر میکردم، سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى، تو رو خدا ببینید هی میگیم چرا دم هر چشمه ای میریم خوش میشه، ای وای چه کنم افتاده به جان ملت. خب خود کرده را تدبیر نیست، مرد حسابی یعنی کار من اونا که مثل منن، من شما رو نمیگم، مثل او کسی میمونه که به قول استاد ما آیت الله امامی میفرمودن مثل اینه که تو انگشت رو بذاری لادر، خب با پات هم بگو، یک فشار بده بگی آی مردم، خب دیوونه، پاتو بردار، خب خل انگشت رو بکش بیرون، دادم نزن. با دست خودت اومدی یک نارنجک گناه را تو خونت جلو زن بچت، اومدی زامنش کشیدی، تیکه تیکه کردی بچتو، حیاء او رو، نجابت او رو، دین او رو، اعتقادات او رو، بعد میگی چرا بچم برام چاقو میکشه؟ خودت کردی، خودت کردی. خود کرده را قرآن ببین ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. قرآن میگه اگه اهل القرى یعنی اهل آبادیا، مردم شهرها، مردم دهات، خانم، اگر مردم روی کره زمین 2 تا کار میکردن، یک آمنو، ایمان می آوردن. به کی؟ به 3 چیز. 1 خدا، راست میگه، و من احسن من الله قیلا. 2 به قرآن کریم، کی از قرآن راستگوتر؟ 3 به محمد و آل محمد. 4 ایمان می آورد به قدرت خودش، ارزش خودش رو دستش میمد، قیمت خودش رو میدونست که من حیوان نیستم، من آدمم، من خلیفت اللهم، من اشرف مخلوقاتم. خدا اگر میخواست به هیکل نگاه کنه که فیله رو میگفت تو رئیس باش، به قد و قیافه میخواد نگاه کنه که زرافه که عملاتو گنده تره، هی قد مت میکنی به زور بازو و اینا، به پلنگ و شیر و ببر چی میگی تو ای انسان 50-60 کیلو گوشت و استخون که با یه ویروس کوچولو مثل پرکاه تو بستر میفتی؟ تو باید اشرف این مخلوقات باشی. و من بدبخت اگه میفهمیدم که کار من نباید به جایی برسه که روز قیامت سگ اصحاب کف به من پوزخند بزنه و بره تو بهشت. آقایون جوونا، من این دادو به کی بزنم که یه سگ نجس العین روز قیامت بگه دانشمند بدبخت من بهشتی شدم، تو آلوده موندی؟ این رسوایی آدم به کی بگه؟ یه شطور ناقه صالح بیغبری بره خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. کافی میگفت بهش که طویله نداره که حیوان را بده. اما به عنوان یک فرشته مثلا میگن این سگ اصحاب کهفه، این ناقه صالح پیغمبره، این ذوالجناح امام حسینه، این الاغ بلعم ابن با وقتی یه الاغ بره بهش. هیچ کس از یک الاغ توقع نداشت بهشتی بشه، از یک سگ توقع نداشت کارش به اینجا برسه. ای بشر بدبخت، آمنو یعنی ایمان به خودت بیار. من کیم؟ من چیم؟ دیشب عرض کردم قیمت کف شکلاتو میدونی؟ قیمت کف شکلاتو میدونی؟ قیمت ماشینی که سواری رو میدونی؟ قیمت خونه‌ای که توش نشستی رو میدونی؟ خودت قیمتت چنده؟ اگه این آمنو رو به ای بزنیم که ایمون بیار به خودت، شخصیت خودت، معتاد نمیشی. خدا بیامرز امواتونه. پدر من یکی نصیحتشون این بود، میگه بابا برای دستت ارزش قائل باش. این دست نباید تو دست هر ناکسی بره. دست تو اگه ارزش قائل شدی پات هم ارزش قائل میشی. دنبال هر ناکسی را نمیفتی، برای هیکلت هم ارزش قائل میشی. هر جایی نمیری بشینی با هر کسی. شما یه شلوار سفید داشته باشی رو جدول خیابون نمی‌نشینید، ولی اگه جدول این شلوار سفید جدول خیابونی که کثیفه شلوارتون رو کثیف میکنه، خب بکنه چه اشکالی داره؟ آقا مواد شوینده پاک میشه، نشو یه شلوار دیگه. یه شلوار سفید 20 تومن بیشتر ارزشش نیست. همه جا نمیشینی، به همه جا تکیه نمیدی. اگه برای خودت ارزش قائل بودی با هر کس ناکسی رفاقت نمی کردی، چون لکه شلوار شاید بره ولی لکه اجتماعی به این مفتیا پاک شدنی نیست. اینو بفهمی. آمنو دیگه چی؟ و تقو پرهیزکاری کنی، حواست جمع باشه، عصا دستت باشه، همه چی نگی، همه جا نری. خدا رحمت کنه استاد ما را، میگفت یک طلبه باید چند تا چیزش سفت باشه، 4 تاش، اما 3 تاشو میگم و یکیشو نمیگم. یکیش قلمش، همه چیز ننویس. دوم قدمش، همه جا نره.
سوم زبونش همه چیزی نگه. چهارم یه چیز دیگه است که حالا اینا خیلی ها این 4 تا چیزشون شل شد بدبخت شده. خب حالا اگر کسی ایمان بیاره تقوا پیشه بکنه چی میشه؟ لفتحنا علیهم ابواب برکات من السماء والارض. خدا درهای برکاتشو آسمون زمین رو باز میکنه، متنعمش میکنه نعیم الهی. اما گناه میکنی. 6 تا سیبل حضرت علی تو دعا کمیلش آورده. من انشالله امیدوارم این بحث زود تمامش بکنم برسیم به این قصه. این خیلی قشنگه. 6 تا سیبل امیرالمومنین تو دعا کمیلش آورده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تنزل النقم تنزل البلا تغیر النعم تحبس الدعا. اینو چه گناهانیه که پرده حیا رو پاره میکنه. امام صادق میگه 6 تا گناهست. اینا رو فرمودن. دعا کمیل آقا تفسیر داره، ما هم میخونیم میریم. چه گناهیه که بلا بر سر ما نازل میشه، چه گناهیه که نقمات تو زندگیمون میاد، چه گناهیه که نعمتها بله تغییر پیدا میکنه. آره نعمتها زیاد شده ولی برکت هم داره. قدیم یه نون میپختن توی خونه گوشه این کاشون، کل منطقه رو بنون برمیداشت. الان میری تو مغازه نون فروشی و نونوایی انگار لاستیک میاد بیرون. 2 ساعت بعد نمیشه بخوریش. ولی قدیم نگاه کن گندم چه گندمی بود، چه برکتی داشت. میخوردن خورده بودن. تیکه هاش هم که میمون میخشکید. یا تابستون آب دو خیال درست میکردن با اونا میخوردن، یا زمستون آب گوشتش میگردن. الان صبح نون میگیری یه مقداریش برای ظهر میبینی نمیشه بخوری. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. هندونه اندازه این پله منبر بزرگ 40 کیلو باز میکنیم، رنگ خون میخوری، مزه کایون جمع نمیده. کو مزش کو با آبای دوزی رفت، مزش کو با وام هایی که پول ربا و نزول بود و اینا رفت، با ظلما رفت، با حق بریا رفت، با ارث داداش و خواهر بالا کشیدن ها رفت، با غیبت هایی که تو زمین کشاورزی میشه. غیبت آقا رو بذر اثر میذاره. خدا رحمت کنه استاد ما رو. تا اون شب که منبرداری دا صبح تا شب حواس رو جمعی حنجرتون باشه، نه اینکه هر چیزی نخورید. آب یخ میخوریم سینه میگیره، نه بابا، نه نه نه. از آب یخ بدتر و ترشی بدتر و فلفل ادویجات بدتر و نمیدونم سرخ کردگی بدتر. حرف لغو زدن. استاد ما میگفت صبح تا شب اگر غیبت کنی، دروغ بگی، حرف زشت بزنی، شب که میخواید با این حنجره‌ای که صبح تا حالا حرف زشت زده روزه بخونی، ها این برکت حنجره تو امام حسین ازش میگیره. هی میخونی کسی گریه نمیکنه، هی منبر قشنگ تحویل میدی رو دل نمیشینه. اینا حساب و کتاب توشه. یکی از مشکلاتی که بازاری ها خیلی هاشون متاسفانه بهش مبتلا هستن، مغازه هاشون شده پاتوق غیبت. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هم زمین هم چه داره بیرون میریزه، هم آسمان در رحمتش باز میشه. ولکن کذبوا. اینجا دیگه یقه کیو باید گرفت؟ کذبوا. آیات الهی و پیغمبرا و حرف خدا رو تکذیب کردید. فاخذناهم بما کانوا یکسبون. هر قد پول بدی آش میخوری. بسم الله، نتیجه اعمالتونه. چرا ما ضرر میکنیم؟ چرا خسارت میکنیم؟ مخالفت با قرآن کریم. دوم، قدر و منزلت خودمون رو نمیدونیم که جانشین خدا هستیم روی زمین. سوره فاطر. من چند تا شعر برای بحث قرآن نوشتم اینجا. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسول اکرم است. هیچ کافر با امانت این خیانت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. قرآن میگه من چه کردم با شما این قسم خارم میکنید.
پیش هر لامذهبی بی اعتبارم میکنی. هر وقت میخوای دروغ بخونی، هر وقت میخوای دروغ بگی، میگی به قرآن قسم. که بگه نه خودتو قبول دارم نه قرآنت. من چه کردم با شما این قسم خارم میکنید؟ پیش هر لامذهبی بی اعتبارم میکنید. در میان کوچه پرگرد و غبارم میکنید. هیچ کس با دین و آیین این شناعت میکند در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. هیچ توراتی شده پیش یهودان مثل من؟ قرآن میگه هیچ یهودی با تورات این بلا رو میاره؟ هیچ توراتی شده پیش یهودان مثل من؟ هیچ انجیلی به خاک افتاده غلطان مثل من؟ هیچ زندی گشته پامال مجوسان مثل من؟ هیچ هندویی چنین ظلم و فضاحت می کند در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. میگه چرا گرد غربت رو من نشست گوش خونت گذاشتی؟ چرا به همه کتابی روزنامه رو برداشتی؟ تو خونت پر مجله و روزنامه است، اما یک بار نگفتی من مسلمانم. یک معجزه الهی داشته خدا و پیغمبر، به دست ما امانته. روایت هم داریم ما چند تا چیز روز قیامت شکایتتون میکنه. یکی قرآن، یکی مسجده، یکی عالم شهره. شکایت زیاد از ما میشه. وای 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 به دادگاه و قفوهم انهم مسئولون. وقتی نگرمون میدارن و همین چشم شکایت میکنه، گوشه شکایت میکنه، زبون شکایت میکنه، دست و پا شکایت. خدای به حق امام حسین عاقبت هامون ختم به خیر کن.